سلام نازنینای دل، خوش آمدین به یک روز جدید و ویدیو جدید دیگه. من امروز قرار است با شما نازنینا یک جای به یکی از سوپرمارکت های کلان بریم به حساب خرج و لوازم خانه. البته ما در این سوپرمارکت همیشه میایم به حساب خرج و خرید خانه خود. تقریبا یک ماه در میان یا 2 ماه در میان ما همیشه اینجا میایم به حساب خریداری خرج خانه خود که واقعا بسیار سوپرمارکت کلان است، 2 منزله است و البته این سوپرمارکت در استکهلم در منطقه هالونده اگر اشتباه نکنم قرار داره و خیلی سوپرمارکت خوب است، قیمت های مناسب داره. من همیشه اینجا به حساب خریداری خود میرم. دیگه خواستم ویدیو گکشم را شما نازنینام شریک کنم. در این سوپرمارکت واقعا از بس که کلان است همه چیز پیدا میشه. با گفته کلانای ما از جان آدم تا شیر مرغ اینجا پیدا میشه و یگانه چیزی که در این سوپرمارکت وجود نداره یا به حساب فروش نمیرسه لبنیات است، از قبیل شیر و پنیر و قیماق و چیزا نیست و همچنان گوشت در اینجا وجود نداره. دیگه همه چیز در اینجا پیدا میشه. دیگه البته بعضی کسایی که به حساب خریداری چی از قبیل لوازم خانه باشه، چی از قبیل به حساب خوراک کباب باشه لازم داشته باشن در اینجا رفتن میتونن که همه چیز خود یعنی از اینجا از یک مغازه به دست آوردن میتونن. دیگه از همون خاطر گفتم باش که همراه شما نازنینا یک جای اینجا بریم و هم به حساب خرج خانه خود خریداری کنم و همچنان بتانم یک ویدیوی جور کنم با شما و همراه شما نازنینا شریک کنم. دیگه و نگفتن امانه در پالوی از این سوپرمارکت کلان چند سوپرمارکت های دیگه هم است که لوازم فرنیچر و چیزا به فروش میرسه. البته کوچ چوکی و تخت و بعضی چیزایی که مربوط وسایل خانه میشه و پرده و تو چیزا. باز یک روز حتما اونجا به حساب میرم به حساب خریداری. باز از اونجا من حتما بر شما نازنینا یک ویدیو که دیگه میگیرم و شما نازنینا خود شریک میکنم دیگه. و همچنان لباس فروشی بسیار کلان در اونجا است. در یک منطقه 3 سوپرمارکت یا 3 مارکت بسیار کلان است که یکیش قسمه که گفتم همه لوازم خانه به حساب خوراک کباب هم است و همچنان حساب لوازم خانه از قبیل ظروف و چیزا داره و در پولویش 2 سوپرمارکت دیگه که یکیش لباس فروشی است بسیار کلان است که باز از حتما علیده بر شما ویدیو میگیرم به نمایش میگذارم و هم یک سوپرمارکت دیگه کلان یا البته یک فروشگاه کلان فرنیچر است که باز از او هم همچنان براتون ویدیو میگیرم و با شما نازنینا شریک میکنم. خوب نازنینا قسم گفتم در این سوپرمارکت و مجرد که آدم میره از بس که آنقدر کلان است خودم زمانی که یعنی دیجا میرم اما کمترین که به حساب بسیار عجله داشته باشم و به حساب خریداری عجله داشته باشم و بخوایم زود خریداری خدا بکنم خلاص کنم برم تقریبا نیم ساعت تا 45 دقیقه را میگیره که من تا خریداری خدا بکنم. من همیشه اینجا که میرم بند میمانم خلاصه. دیگه چیزی که بخواید اینجا پیدا میشه. دیگه قیمت های البته در ارزان آماده گفته نمیتونه اما خوب است نسبت در دیگه سوپرمارکت ها، نسبت در دیگه فروشگاهی که به حساب خارجی و یا که ما شما میگیم خارجی ها یعنی به اون اندازه نیست قیمت ها والا، یعنی خوب است یک اندازه ارزان تر است. چون ما شما اگر در فروشگاهی
که به حساب خارجی ها باشه بریم، همین لوازم به می کیفیت به می کوالیتی بسیار یعنی قیمت بالا میده، اما اینجا خوب است قیمتا دیگه. من میشه از اینجا میم خریداری خودم میکنم، برنج و لوبیا و نخود و خلاصه روغن و خلاصه هر چی که بخوایی دیگه. اینجا من چون برنج کار داشتم دیگه، برنجش واقعا خوبش است. البته برنج تا برنج است، من همیشه برنج که استفاده میکنم، همیشه یگانه چیزی که من دقیق متوجه می باشم یا سرش یعنی به گفته یگان تا زیاد دقت میکنم، باید پاکتایش نشته باشه اکسترا لانگ، یعنی به معنی ازی که برنجش زمانی که شما پخته میکنین یعنی به گفته یگان تا یعنی برنج وای بکشه دیگه. من همیشه دو توجه دارم، میبینم که کدامش بهتر است. البته این برنج همیشه من خریداری میکنم، قیمتش بسیار خوب است. 4.5 کیلویش میته 100 کرون که 100 کرون اصلا در این جای نمیته. من همیشه از این خریداری میکردم، از این برنج راضی هم هستم و خوب زمان پخته میکنم. نام خدا بسیار وای میکشه، بسیار دراز دارد، برنجش خوبش میبینه دیگه. من از اینجا برنج خریداری کردم تقریبا بر خودم، البته که 4 پاکت هم اترا گرفتم، باز چون که اینجا مادر جانم ضرورت داشت لازم داشت، باز اونا بر ما همچنان بگی، باز یک تقریبا چندین پاکت بر از اونا همچنان گرفتم دیگه. اگرچه برنجای دیگام هسته که خوبشتر است، تنها برنج گفتم همه چیز اینجا خلاصه داره دیگه. ترشی های بسیار مزه دار دیگه، هر نوع زیتون. باز اینجا البته من روغن لازم داشتم، باز رفتم قیمت های روغن دیدم، باز ما چون همیشه در خانه روغن زیتون استفاده میکنم و دیگه. اینجا لوبیا کار داشتم، لوبیا 20 کرون دیگه لوبیا گرفتم، بسیار قیمت یعنی خوب، خلاصه قیمت ها بسیار خوب، یعنی قدر نه قیمت بالا نه قیمت پایان، یعنی مناسب است. البته برای ما کسایی که فامیلدار هستیم، بخصوص ما افغانا زیادتر میماندار میشیم، همیشه یا میمان میشیم یا مهماندار میشیم دیگه. از او خاطر همیشه خانه ما باید پر از خرج باشه، چون لازم ما میشه دیگه. من اینجا خرج خانه خدا به حساب امای شوهرم ما بودی، چرا وام کمک میکرد، گشتم و پیدا کردم چیزایی که لازم داشتم خریداری کردم دیگه. گفتم باش که از بالا بر شما نازنین همچنان ویدیو بگیرم، بعضی کسایی که رفتن دیگه میفهمن حتما قیمت ها را و ای از این مغازه آگاهی دارن. و اینجا نگفتن امانه مکرونی خب ما شما همیشه چون بخصوص کسایی که طفل دار است مثل مواره میفهمن دیگه. مکرونی به بسیار قیمت های خوب، 500 گرامش هم میته 9 کرون و بعض طرفتر 8 کرون میداد دیگه. بسیار چیزای زیاد داشته، البته نتونستم که همشه بر شما نازنینا ویدیو بگیرم. اینجا نگفتن امانه کریم کیک، کسایی که البته کریمای دیگه نمیتونن طریقش از پیشان خراب میشه، اینجا کریمای پودرکی است. البته ما هیچ وقت خودم استفاده نکردیم، اما همیشه دیدیم شنیدیم در ویدیوها را دیدیم که از این کریما بسیار تعریف کردن که یعنی خوبش است، بسیار مثل کریم عادی وار کار میده. گفتم یک مام یک دو دانه بگیرم در خانه برم امتحان کنم که چه قسم است، یعنی چون من همیشه خودم در خانه کریمای کیک خودم جور میکنم، فرمایشای کیک که میایه برام همیشه کریمایش خودم جور میکنم دیگه. تا استفاده نکردم، اگر از جور کردم استفاده کردم باز حتما ویدیوش هم شما نازنین شریک میکنم دیگه، میگم که چه قسم بود. باز اینجا بچه یکم چون همیشه دسر بسکاف زیاد خوش داره، همیشه میخوره در خانه خوش داره. باز اینجا بچه یکم مادر جان گو برای من از همون کیک بسکاف جور کو. باز دیگه اینجا پشت موادای بسکاف میگشتم دیگه، پیدا کردم خریداری کردم دیگه. اینجا جوسای بسیار خوشمزه گفتن نمیتونم، یعنی خوب است برای ما. گفتم کسایی که فامیل دار هستیم طفل دار هستیم، البته قیمت های بسیار مناسب. کیک کلچه بسیار مزه‌دار، یعنی قیمت های خوب دیگه، تقریبا 5 کرون هیچ اصلا هیچ چیز نیست برای طفلا، چون ما شما که طفل دار هستیم بیرون میریم، البته طفلا بعض وقت به حساب میخواین تو چیزا را دیگه. اینجا چپس کا 6 کرون، اصلا گفتم این قیمت های نیست که ما شما بتانیم در جای پیدا کنیم دیگه. گفتم همه چیزش بسیار یعنی قیمت های مناسب خوب دیگه. من ازش راضی هستم، همیشه که اینجا میرم بر خرید، اگر تنها به خاطر آرد و روغن یا برنج و چیزا برم دیگه، تنها آرد و روغن و برنج چیزا نمیشه خریداری. من به سوی زیاد میشه که تا اما یک رکشا یا یک ونگ که من به حساب میگیرم دیگه، از اون لبریز هم میشه پر میشه دیگه، خرجم بسیار زیاد میشه
دیگه اینجا گفتم باش کم کم ویدیو بگیرم. دیگه بعد از این گفتم برم از بالا همچنان بر شما نازنینا ویدیو بگیرم. و اینجا نگفتن امانه اسفنج کیک آماده است. کسایی که به حساب لازم داشته باشه کیک خودشان آماده نداشته باشن، دفعتا یک تولد داشته باشن یک چیز دیگه میتونن اما اسفنج کیک ها رو از اینجا خریداری کنن، اما قالبایشیش دیگه اون در خانه کریمش هم میتونن خودشان آماده بسازن دیگه. و همچنان اینجا نگفتن امانه بر شما یک چیز دیگر ویدیو گرفتم که یه پودرهای بسیار خوبش داره، پودر و همچنان خوشبوی کننده لباس که من همیشه از اینجا خریداری میکنم، ازش راضی هم هستم. هر مدل و بسیار قیمتای مناسب دیگه. من همیشه از این پودر دیگه استفاده میکنم که هم خوبی خوبش داره و هم قف میکنه. هیچ لازم به خوشبوی کننده لباس نیست که من علاوه جداگانه بخرم، همیشه از این پودر رو میخرم، ازش راضی هم هستم دیگه. تقریبا اون 10 کیلویش هم میده 1.5 گرم، همیشه من از اینجا میگیرم. گفتم هیچ اصلا لازم به خوشبوی کننده نیست دیگه. و همچنان برای محفلای تولد و پارتی هایی که بعض مثل سالگرد یا سالگرد عروسی یا جشن کدام چیز آدم می داشته باشه همه لوازمش در اینجا وجود داره که هیچ اصلا از هیچ چیز کم نیمونه. از ظروف یک بار مصرف گرفته تا شم و پتاکی بقانه و همه وسایلش تا پاکت که توفه میزنیم آدم میتونه از خریداری کنه اگر کدام جشن تولد یا کدام پارتی چیز داشته باشه. باز اینجا بچه کم از این چپسکا خوش داره، همیشه برش خریداری میکنم چون شوای رخصتی خود میشینه گیم میزنه میخوره دیگه. 19 کرون بود، گفتم روی دیگه چیز نیست، 19 کرون یک چند پاکت گرفت بر خود دیگه. من قسم گفتم باش که بالا برام. از قسمی که براتون گفتم منزل پایان همه خوراک کباب است، خوراک کباب و شامپو و صابون و چیزا دیگه. بالا همش لوازم خانه است، از ظروف گرفته تا فرش و وسایل دیکور و دکوریشن و چیزا دیگه. من گفتم باش که شروع از امی لوازم سامان بازی بکنم. یک قسمتش لوازم سامان بازی برای اطفال هست که یک طرفش نگفتن امانه لوازم سامان بازی بچگانه و یک طرفش هم دخترانه دیگه. من قسم گفتم باش که یکم ویدیو براتون میگیرم. باز اینجا دیدم دخترکم یک بوتلک بر خود خوش کرده بود و بوتله و البته چون مکتب دیگه شروع میشد نزدیک شروع شدن بود دیگه، از خاطر دخترم بوتله لازم داشت دیگه. باز اینجا یک بوتله گرفتم برای دختر خود دیگه. آدم میتونه کل خریداری خانه خود از اینجا بکنم. از زیادتر وقت اینجا میایم، بعض ظروف های خانه خودم از اینجا خریداری کردیم دیگه. هم ساده و هم زیبا. من وقتش خودم خوش دارم سادگی را، اما زیبایی را در سادگی من خوش دارم. هر چیزی که به حساب من خریداری میکنم این ساده باشه، اما ساده زیبایی خاص خودم می داشته باشه. اون چیزی که بعض کسا هست که به حساب اون چیز جلق بلق خوش می داشته باشن خریداری میکنه. هر کس شوق و ذوق و علاقش فرق میکنه، هر انسان شوق و ذوق علاقش فرق میکنه. اما سادگی را زیادتر دوست دارم، ساده باشه زیبا باشه، اما هر کس اون چیز ساده را خوش داره. باز اینجا بسیار زیر پتنوسی های بسیار زیبا بود، زیر مشکابی های بسیار زیبا که به هر مدل که میخواستی به حساب صرف غذا یا که میکنی زیر مشکاب میمونی. بسیار زیبا ساده، هم سادیش داره و هم یکم دیزاینی و زرق مرق و تو چیزا داشت دیگه. و همچنان ظروف ناشکن، گیلاس و کاسه و مشکاب و تو چیزا و کیک دنیای بسیار زیبا و همچنان ظروف های به حساب دیزاینی و تو چیزا داشت دیگه. من قسم بر شما ویدیو گرفتم و هیچ ظرف های به حساب گفتیم ما شما هم یک سیت مکمل که به حساب ما میگیم به طور مثال ظروف مکمل که از کاسه و مشقاب گرفته تا غوری ویایش هم قسمی داره و هم جداگانه که به حساب میتونه آدم خریداری کنه. کیک دنیای بسیار زیبا، قیمت های بسیار خوب، وقتش یعنی هر کدامش از دیگهش کده آلاتر و بهتر، هم زیبا هم ساده. من که وقت از اینجا همیشه خریداری میکنم چون گفتم مای 2 ماه در میان یا 1 ماه در میان من همیشه اینجا میرم به حساب خریداری خرجخانی خود دیگه. واقعا یک سرویس بسیار عالی هم داره. زمان که من اینجا خریداری میکنم چون خرچم بسیار زیاد میشه
دیگه باز یعنی نفر دارن پرسنل که وقتی که خریداری در سر کسا میری باز اونجا برات کمک میشه خرجته یعنی در بانک میمونه. اینجا دیگای بسیار زیبا داره، بسیار خوب به هر مدل، به هر سایز و هر مدل. بخصوص ما افغانا که چی میگم گفتم میماندار زیاد میشیم یا میمان میای خانه ما یا ما خود ما میمان میشیم، از اون خاطر همیشه کوشش میکنیم که دیگای کلانتر، خوبتر، بهترتر داشته باشیم. دیگه اینجا واقعا دیگای بسیار زیبا خوبش داره. یکی از دیگهش که بالاتر و دیگای کلان برای برنج و قابلی و تو چیزام دارن. البته دیگای مثل ما افغانا وارن نی که مثل دیگای چانی و یا داشته باشه، اما دیگاش یعنی خوبش است، کوالیتیش خوبش است، ناسوس. خریداری کردیم چند بار، ازش راضی هستم. دیگاش بسیار کلان قسمت که در ویدیو میبینین. دیگه هر مدل، هر سایز، هر اندازه و هر تیپ و شکل و دیزاین و رنگای مختلف داره. دیگه همه چیزش ظروف آشپزخانه از قبیل قاشق و پنجه و همه چیز و ما چی میگیم به حساب کیکدانی های بسیار زیبا، پتنوس های بسیار زیبا به هر مدل و هم ساده و ناشکن ما میگیم شیشه‌ای بیا و هم چوبی ساده که هم حالا زیاد می قسم تخته بیا مود است، از شیشه‌ای که در تخته بیا زیاد مود است. دیگه اما قسم اینجا هست بسیار تیپ های مقبول. خواستم به شما باز از قسمت لوازم دیکوریشن یا وسایل دیکوری که واسه ما شما در سالون خود یا در چی میگه دالیزی های خود استفاده میکنیم واسه از وام همچنان براتون ویدیو بگیرم. دیگه اون طرفترش بود. خواستم از وام همچنان ویدیو بگیرم که بسیار زیبا هم ساده به هر مدلش، که آینای بسیار زیبا، میزای بسیار فیشنی. بعض کسا یعنی واقعا خوش داره که در دالیز خود، دالیز درآمد یا محال که مدرایی میزای مقبول شیشه‌ای داشته باشه به حساب دیزاینی. دیگه یعنی اینجا داره واقعا زیبا، قیمتایش هم بسیار خوب، قدر قیمت نی دیگه، یعنی خوب است به حساب. و همچنان قندیلای، البته قندیلاش قدر نمیتونم بگویم خوب، چون این قندیلا یا این چراغا مدلش از بین رفته، حالا کس استفاده نمیکنه، اما دارم به حساب چراغای به هر مدل. دیگه وسایل دیکوری زیاد داره. دیگه من البته زیادتر ظروف یا بعض چیزای دیکوری خودم از اینجا خریداری کرده بودم. دیگه آرام خریداری بعض وقت میکنم، خوشم اگه بیایم میخرم، چرا نه دیگه. چون ما و شما همیشه بخصوص ما خانما همیشه ما شوق علاقه ما خانه و یای ماست، میخوایم در خانه و جای خود چیزای خوبش داشته باشیم، همیشه در سلیقه و خانه و جای خود فکر میکنیم. من همچنان همی خویا دارم، خوش دارم دیگه. اینجا فرشای بسیار زیبا داشت، ساده زیبا، هم طفلانه. این منطقهش به حساب همش طفلانه بود، فرشای طفلانه بر اتاق طفلا به هر سایز، به هر اندازه، به هر تیپ و دیزاین های مختلف. دیگه این طرفش دیزاین های به حساب بر اتاقای بطور مثال خواب یا اتاق سالون یا دالیز و تو چیزام داشتن به هر مدل، هر شیپ و هر دیزاین و قیمت های مختلف. دیگه البته خوب قیمت های خوب بود، قیمت های بالا نی. دیگه هم به حساب میتون آدم اول اینجا بازکردگی یاش هم البته است که آدم میتون اول یک امتحانی ببینه، امتحان کنه چه قسم است، بعدش اون خوش آمد میتونه خریداری کنه. و اینجا گلدانه بسیار زیبا داشت به هر مدل و هم ساده، دیگه هم به حساب تباشیری و یا شیشکی و چیزا. دیگه بالشته بسیار خوب برای چوکی، قیمتای بسیار مناسب. دیگه و همچنان برای چوکی های بالکنی ها استفاده میشه، یعنی داره اینجا. دیگه کمپلای بعض ها که میگه وطنی کمپلا هم دارن، پرده بر سالون و بر البته حال و چیزام یعنی داره. گلدانای بسیار قسم گفتم زیبا به هر مدل، هر تیپ و هر شکل و دیزاین. دیگه اما قسم آستا از همه چیز خواستم براتون ویدیو بگیرم، اگرچه گفتم وقت قدر نبود، شوهر بسیار بیچاره خسته شده بود، گشنام شده بود چون بسیار
قسمه که براتون دم شروع ویدیوم گفتم من اینجا که برم همیشه بند میمانم، چون از هر جای به حساب خریداری مخصوصا خودم خب ما خانم ها هستیم اما قسم که میگردیم میبینیم یک چیز، یعنی همیشه میبینیم و اگر نخریم هم همیشه میخوایم ببینیم دیگه. اما قسم من میگردم میبینم اگر چیز به دلم بود شوقم یا لازم داشته باشم خامخا لازم داشته باشم خریداری میکنم دیگه. اینجا یک قسمت یک بخش از باکس های به حساب توفه یا جعبه توفه داره که بعضی کسایی که البته توفه خریداری میکنن و میخواین که توفه بذارن، باکس های علایدام داره به هر سایز و هر دیزاین و هر اندازه مختلف دیگه میتونن خریداری کنن، قیمت های بسیار خوب دیگه. و نگفتن امانه یگانه چیزی که اینجا ما تقریبا 2 بار از اینجا خریداری کردیم، کیک دنیا بسیار زیبا داره به حساب قیمت های خوب. من کیک دنیا ما از اینجا گرفتم خریداری کردم، البته اون مدلش حالا نداره، مدل های دیگهش است دیگه. کیک دنیا را واقعا من خودم خوش داشتم، من تقریبا تا 2 بار خریدیم، قیمتش مناسب. ما همیشه که در مغازه دیگه میبینیم یا دیگه فروشگاه ها میبینیم میره تقریبا 400-500 میتر، اما اینجا 200 کرون کیک دنیای کلانشه دیگه. مثلا برتان از بالا ویدیو گرفتم دیگه، پایان چون شوهرم گفتم بسیار بیچاره خسته شده بود، منتظر بود که چی بخمیم و همچنان گوش شده بود بیچاره دیگه. خرچم نام خدا زیاد شده بود، یک ونگ پر پیش شوهرم بیچاره، یک ونگ دیگه پیش نبود دیگه. اما قسم خرچ خانه را گرفتیم و رفتیم طرف به حساب کاسه که سودا را به حساب کنیم و بریم اما طرف رستوران، چون هم ما واقعا گشنه شده بودیم، یک روز طولانی بود، خرچ خانه را خریداری کردیم دیگه، اولادان گشنه شده بود دیگه. خلاصه تاویلی خود کردیم، خرچ خریداری کردیم، باز اما رفتیم طرف رستوران دیگه. و نتونستم بر شما نازنین از رستوران ویدیو بگیرم. البته نگفتن اما یک رستوران افغانی خود ما رفتیم که در شهر ووربری هست. من همیشه غذایش دوست دارم، بخصوص بولانی بسیار خوشمزه داره، حتما یک روز از او براتون ویدیو میگیرم. من بولانیش زیاد خوش دارم، همیشه اونجا میرم بولانی میگیرم، بولانی بسیار خوشمزه داره دیگه. رفتیم باز اونجا به حساب غذا خوردن دیگه، نتونستم از او براتون ویدیو بگیرم دیگه. نازنینای ما از این ویدیو اگر خوشتان آمده باشه، اولش خود تشکر، جوان سپاس از صبر و حوصله‌مندیتان که ویدیو را تا آخر تماشا کردین دیگه. اگر از این ویدیو خوشتان آمده باشه لایک، کامنت و شیر یادتان نره. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.